عزیزی دور به نامت کبوترانه درود، زیبا می نخوروری صبح صد ترانه درود. السلام علیکم، سلام و درود به پایان بیننده های عزیزی ما. من امروز ما در دهه اهالیک عزیزمان برای تبریک کردن استاد خالا آمدیم به خانواده اسرارمک. امروز آن لحظه های خورسندی را همراه شما به هم میبینیم. تبریکات امروز را از نام فرزندان، از نام عزیزک، از نام مهر انگیزایتی، از نام فاطمه و زهرا آیتی ها، داماد، نبیره های شیرین تبریک میکنیم و البته مانند هر روز طریق آینه نیروگین با ما باشد. با شبکه شهنان سلامت باشد. رفتیم. السلام علیکم پدران عزیز، شاهستان طلایی خاندان. السلام علیکم مادران مهربان، زنبانوان عزیز. امروز فهمیدیم که در دهه اهالیک عزیزمان زادروز یک بانوی خوش‌شخصه، یک مادر عزیز و غمخوار، زادروز ایستادا خالا بوده است. خودم آمدیم ایستادا خالا، حاضر می‌بینیم که اینا کی گفته است حسین. خودم آمدیم شنیده. زادروزتان مبارک باشد. بیت پیش ما با اسرارمک یک دقیقه وقتتان را گیریم. می‌خواستیم پیش ما تکلیف کنیم شما را نیز. مرحمت. من امروز سرخاندانتان روزی خورسندی، زادروزی ایستادا خالا، زادروز مبارک. بیت کنین نزدیکتر. مرحمت. ایستادا خالا امروز روزی تولد را مولود خجسته را صمیمانه مبارکباد میگوییم. مبارک باشد. در دل چه نیت‌هایی نکو داشته باشد جامعه عمل باشد. همراهی اسرارمک عمر دراز، دولت پیری را دم پیری و دیدن نصیب کند. و امروز شما تبریک کنیم آمدیم نام کی؟ نام اسرارمک، نام اسرارمک، از نام فرزندان، از نام عزیزکه، از نام مهر انگیزایتی، از نام فاطمه آیتی، زهرا آیتی، از نام کلینتان، از نام دامادها شما تبریک میکنیم. گفتن که مادر مهربانی ما، مادر خوش‌شخص و زیبای ما، مادر غمخوار و عزیزی ما زادروزشان است. در دل چی نیت دارد نیتشان برسند و همیشه سری ما با فقط ساق سلامت گردن بس است. برای ما فقط صحتمندی مادر ما ارزنده است. مصلحتچی به منت ما، دعاگو یک و یگانه ما. ناز میبینیم دوست میداریم مادر ما. چقدر که امروز زادروزشان است. نو چند ساله شده؟ 18 ساله؟ امروز 18 سالگیتان که تبریک میکنیم. همراهی همه امکجان عزیز فقط صحت سلامت شده. من فرزندها رو جو بجو کردید. حضور حلاوت نبیره ها را دیده گشتن نصیب کنه. نبیره توی ها در توی کلین آوردن های نبیره کلین ها آوردن نصیب کند. امروز برای شما از نام فرزندان عزیز اجازت فرمایید میخواستم یک شعر را قرائت کنیم برایتان. با دو چشم خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتشی آتش پرستان مادرم. موج مویها این سفیدت از سفیدی ای دل است، با همان پژمردگی سامانی بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید ز سوزش های دیر، در غم من کوچه خندان خانگیریان مادرم. بینگری هر بار برگرهاره ای خالی ایمان، یاد آری از من و رزقی پریشان مادرم. از زمین لرزه ستونی خانه ات ترکیده است، ای ستونی روزگاری نابسامان مادرم. ما که خرد بودیم در علمی کلبه خاندانمان همراهی آیله‌مان نشستن خیلی جشن زادروزی پدرم زادروزی مادرم جشن می‌گرفتیم. بسیار هم دور زمانی عجیب بوده است. ما می‌خواهیم هر روز آمده مادر عزیزم آغوش کنیم، برای بودنشان شکرانه گوییم و تاج سر کرده گردیم. زادروزشان مبارک باشد. برای ببینید که از دانکش هم مغز شیرین میگویند، نبیره های شیرین برای آن جانشان گلدسته های زیبای تیار کرده آمدیم. مرحمت. هم ما یک تا تقدیم میکنیم برای آن جانمون. مرحمت. میسپاریم گل‌هایم. مبارک باشد. مبارک باشد. مبارک باشد.
ایستاده خودم فرزندان عزیز من در دستی عزیزکم میبینیم که برای زر و زیوری خاندان بزارونید عزیزکم بزارونید مبارک باشد. مبارک باشد. برای پدر و مادرشان برای هر دویشان البته تبریک کردنتان ممکن است. برای پدر مادرشان در روی دنیا اصلا کتابی قیمت بهاترین که با نام کتابی قرآن است که روی دنیا تن گرفته است برای پدر مادرشان همچه تحفه آماده کردن. مرحمت تقدیم سازد برای روز خورسندی است. من در خاندانتان در این خاندان پرفیض که فرزندان عزیز را با یک مهنتی حلال و بایر رسانده بودید که آنها با اعتبارانه برای شمایان این تحفه را این سورپرایز را تیار کردند. یک تن همین صاحبی جشن را خوشرک تبریک کنید خودتان. مرحمت. یا شعر از خانم میخونم اکرش با خطی میشه من کدامت میخونم. اگر تیرم بسر بارد تو را من دوست میدارم. گوش میکنیم. اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم. ایستاده خودم. قسم بر کاش و ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمارت تو را من دوست میدارم. میبینید اصلا رمک برای شما زادروز مبارک. حاضر ما میبینیم در اینجا شیرینی زیباست. یک جای پیششان ما بیارید تارت پیششان ما بیارید یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحمت. ایستاده خودم نزدیکتر میستیم. مرحمت. داریم از آن شیرینی یک جای میبریم تناول میکنیم. مرحبا. شماسا میکنیم نیت کده. مرحمت. مبارک باشد.
تبریک میگم شروع کرده به دیانشون و قوتی دل شده میستیم و تبریک میکنیم مرحبا آغوش تبریک میکنیم زهرویتی خانهای تبریکاتی هستمی تو فقط رقصش کتیمی خوش بازی منو در اینجا دانتش هم مغزه شیرین بگیرم کلی نبیره ها هم همینجا می مرحمت مادر جانم مادرم خیلی صد میدارم برای توی آن فیضین در خانه سرخزی مادرم بخشه بری دادرم حولی رویش تابان آشم پسی دادرم آقا جانی من مهربانی من دادم الان علی شما برحمت سبت رایه استادانه تبریک میکنم سبت رحمان وقتی هم تبریک میکنیم نمی با کی؟ نشانت بستو اونا تبریک میکنم آنا تبریک میکنم جونم آنا جا تبریک میکنم سبت رحمان آزی هم تبریک میکنم تبریک میکنم یکی از رقصشان که تبریک میکنن نباشد سرودهای رقصی ما نیما یک جای می رقصیم خورسندی میکنیم بعض میمی روزا دوام میکنیم مرحمت
باشم آسومی ندیسم جای تو قلبم تاریخ عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلدار من محتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلدار من محتاب خوشگل شبای من شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا موزیکه به یاد تو هر شب آسومی ندیسم جای تو قلبم تاریخ عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محتاب خوشگل شبهای من رفتی من عشق خدا از تو شکایت کردم دست شده دونت برابر شب قرآن میخوام تو من بالا بگفتی که بهان میمونم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محتاب خوشگل شبهای من بله بله دوباره خوشگل
مانا بیننده های عزیز، این بودن یک لحظه خورسندی در خانواده اسرارمک زودروزی ایستاده خولا که جشن گرفتیم، تبریک کردیم، از نام فرزندانشان خورسند کردیم. دل کسی را شاد کردن با زیارت کعبه الله برابر است میگویند. چقدر که گواهی آن گشتید با یک سورپرایز، با یک کیفیت اعلی در خاندان آنها مهمان شدیم و آن لحظه ها را همراه شما به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید، با شبکه شهنان. خود را احتیاط کنید. رحمت، سلامت باشید. خوش. بی. خیر. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی